برید کنار دیگه، دارم ویدیو میگیرم. برید کنار. معایب و مزایب آپدیت جدید. با اینکه چرم و کاپر هر دوشون خیلی ساده به دست میان، ولی قدرت زره کاپری بیشتر از چرمیه. برای ساختن کاپر گولم نیاز به اینا داریم که باید قیچی حروم کنیم براش و این واقعا بده. 3 تا آهن. مزایا کلی رنگ بندی کاپر گولم اضافه شده. معایب اگه یه دونه کاپر گولم بسازید و برید برای یکی دیگه باز کاپر جمع کنید و یکی دیگه بسازید، یه فاجعه به بار میاد که الان بهتون میگم چی میشه. اگه آیتم ها یه شکل باشن، یکیشون میاد یه آیتم رو تو اون میذاره، اون یکی هم میاد اون همون آیتم رو تو یکی دیگه میذاره. بنابراین باز شما باید بگیرید این آیتم ها رو مرتب بکنید و این واقعا اصلا خوب نیست. پس مواظب باشید دیگه. و اینا هم کلی رنگ بندی پیدا کردن، کلی رنگ بندی، ولی به هر رنگ بندیش هیچ ویژگی خاصی اضافه نشده. والا یه ویژگی اضافه میکردین بس این یکو نمیدونم برای شاید برای قشنگی، ولی ترک سبز اضافه شده. ترک سبز که به نظرم رنگش خیلی خوشگله و با این که کلی کاپر رنگ بندی داره ولی این زرهش هیچ رنگ بندی به جز همین نداره. مزایا و مجسمه کاپری اضافه شده که کلی رنگ بندی داره، میتونید باش خونتون رو خوشگل کنید. و در آخر